زنان نباید با جمال و زیبایی خود بنازند. جمال و زیبایی زن هیچ ارزش ندارد وقتی بد اخلاق و بی حیا باشد. زن زیبای بد اخلاق و بی حیا هیچ ارزش ندارد. بسیار زنهای زیبایی هستند که از همسرانشان طلاق میگیرند. شوهرانشان نمیخواهند با آنها زندگی کنند از جهت بد اخلاق و بی حیا بودنشان. اما اگر زن در برابر زیبایی شرم و حیا و اخلاق نیکو داشته باشد، صدها مرد خوب و صالح خواستگار آنها می شوند و می خواهند با آنها عائله برپا کنند. اما خواستگار زنان زیبای بی حیا و بد اخلاق تنها مردان فاسق بوالهوس هستند که به خاطر یک شبه یا یک ساعته خواستگار می شوند و هرگز نمی خواهند با آنها عائله برپا کنند. پس ای خواهر مسلمان، خود را چنان با شرم و حیا و اخلاق نیکو زینت بده که صدها مرد نیک و صالح خواستگارت شوند و انتخاب در دست تو باشد. یادمان باشد که کیش ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود. هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود عمر. دین حق را هدیه آورد سوی ما،